قربانی از هدی فرق دارد برادرها. هر دو هم قربانی هست، هر دو هم ذبح چاروا هست از قبیل شتر و گاو و گوسفند، ولیکن فرقیتش از آن است که هدی فقط در مکه می شود و آن هم به دو تقسیم می شود: هدی واجب و هدی مستحب. هدی واجب برای آن شخصیت هایی که در یک سفر حج و عمره را یک جایه کرده است. حاجی هایی که از شهر خودشان به مکه می بیان، عمره می کنند، سپس حلال می شوند و تا ایام 8 ذوالحجه حلال می گردند با لباس های عادی خودشان. روز 8 لبیک حج گفته به مینا می روند. یعنی اینها حج تمتع کرده. اینها گوسفندی هدی واجب است بر اینها. روز عید قربان یک گوسفند یا هفته که یک شتر را قربانی میکنن. برای چی؟ برای اینکه اینها در یک سفر دو عبادت را یک جایه کردن. این چنین شخصی که حج قیران کرده است، یعنی حج و عمره را یک جایه کرده است، در مابینش حلال نمی شود. خواه گوسفند را از شهرش برده باشد خواه نبرده باشد. قیران حج است که عمره و حج را پیوسته اجرا میکند. این هم مانند تمتع در یک سفر دو عبادت را اجرا کرده است، فقط در مابین حج و عمره تمتع نمی کند، یعنی حلال نمی شود، همین گونه محرم باقی میماند. این مخصوص حاجی است. به این نمودی حاجی ها قربانی کردن واجب است و این قربانی نامش هدی است، نه اون قربانی که انسان در شهرش میکند، در خانوادهش از نام یک عائله یک گوسفند. اما هدی اگر فرض کردیم یک زن و شوهر به حج روند، آنها 2 گوسفند میکشند هدی. اما قربانی یک قربانی برای یک عائله، اگرچه یک زن و شوهر باشد و 20 فرزند داشته باشند، یک گوسفند کفایه است. یعنی قربانی از هدی از بعضی جهت ها فرق میکند. و حدیثی که در صحیح مسلم آمده است و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته که کسانی که دهه اول ذوالحجه در آمد و نیت قربانی کردن آنها از ناخن گرفتن و از موی گرفتن خودداری کنند. گفتن این برای آنهایی که در حج نیست نیت قربانی را نیت کرده است، برای اینها دخل دارد که ما در دیگر صحبت ها در این باره گفته گذشته بودیم. والله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.